سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و در 116مین قسمت در خدمت شما هستیم با یک نوع دیگه از بیان و نوع دیگه از معرفی از کتاب. اگه خاطرتون باشه ما چند جلسه قبل در مورد شب‌های سفید آقای داستایوفسکی صحبت کردیم و چند روز پیشم بنا به جلسه با خانم تمدن کتاب داشاکل صادق هدایت عزیز رو مرور کردیم. تو این کتابات یک نقطه مشترک پیدا کرد و اون نقطه مشترک عشق ناکام بود، اما تو دو تا وادی متفاوت، دو تا دید متفاوت. یکیش داستایوفسکی بود، یک آدم خیلی خوش زبان، اومد احساساشو بیان کرد، یک دختر رو میخواست، قشنگ دختر چرخون سمت خودش، دخترم یکی دیگه رو میخواست، ولی گفت اگر اون نشه این میشه. بعد که اون شد به پسر گفت که خب شرمندم دیگه، حالا اون شده. اما این وسط پسر چی کار کرد؟ یک ذره غمگین شد، آسمون رنگش رفت، ساختمونا یه ذره بد ترکیب شدن، اما در نهایت زندگیشو داره میکنه. اما تو شاهکار داشاکل صادق هدایت خودمون مشکل دیالوگه، مشکل صحبت نکردنه. تو دلش ریخت، عشق این مرجان رو تو دلش ریخت، تا آخر نگفت و دادنش به یک بد ترکیب و رفت. چیزی دست داشاکل ما رو نگرفت جز خشم و اندوه و غضب. کجا خودشو نشون داد؟ رفت با چی بود اسمش؟ کاکا رستم. خب زد خودشو کشت. این به کجا میرسه؟ اینی که میگم دیالوگ داشته باشیم، اینی که میگم صحبت کنیم، اینی که میگم احساس رو بروز بده. آقا میخواش پاشو برو بگو میخوام، پاشو بگو مجنون شدم، عاشق اون زلال چشمات شدم، نمیدونم دل ازت بکنم. حتی اکثر دختره میگه نه فقط در مورد دختره، در مورد همه زندگی. چیزی که میخوای برو بیان کن با بهترین حالت، با احساست. شد نشد، حتی اکثر میگه کارمو کردم، ولی وقتی نگی که نمیشه. عزیز دل من قربونت برم، مشکل ما مشکل دیالوگه، مشکل بیانه، مشکل عرض کردن حرفمونه. خب اگه این کارو بکنیم که دیگه اینقدر مشکلات تو زندگیمون نداریم. آخه آبجی توی چیز بگو. خب اصل مطلب فکر کنم آقای طولی گفتن. دقیقاً ما با فاصله فکر کنم چند روز پس از ارائه این ما داشاکل رو خوندیم. بعد من با آقای طولی زنگ زدم، گفتم که متوجه شدی یه چیزی رو که این دوتا چقدر شبیه به هم هستن. یعنی دقیقاً یک آقایی که یه خانومی رو میخواست ولی خانومه نهایتاً با کس دیگه ازدواج میکنه و هر دوتا این فرد عشقشون ناکام میمونه. ولی چه تفاوتی هستش در نهایت داستان. یعنی برای داشاکل نهایتاً دیگه گفتن به مرگ و نابودی و غم و اینا میرسه، ولی در رابطه با ایشون نه. تازه به نظر من باز هم حالا توی معرفی کتابی که داشتیم گفتیم بازم به نظر من نهایتاً داستان خوب تموم میشه، چون از اون تنهایی در میاد، از طریق مکالمه هایی که با ناستنکا داشته خودش رو پیدا میکنه، دیگه در رویاها نیست، واقع بین میشه و تو دوست پیدا کرده، عروسیشون دعوت شده و حالا بعد از اینکه این غم رد بشه قطعاً زندگی بهتری خواهد داشت. و من دیدم که تفاوتی که تو این دوتا داستان هست دیالوگه، یعنی دیالوگی که اصلا توی داشاکل وجود نداره ولی توی این داستان شب‌های سفید وجود داره. یه دلیلی که من کنجکاو شدم که اصلا در اول کار که این کتاب رو خریدم و بخونم، دیدم یکی از این انجمنهای دیالوگ تهران این رو به عنوان کتاب همخوانیشون انتخاب کرده بودن که من کتاب رو شروع کردم به خوندن و دیدم که واقعا این مثال خیلی قشنگیه برای دیالوگ که این دو نفر چقدر قشنگ با اصول دیالوگ اومدن احساسات خودشون رو بیان کردن بدون که عصبانی و خشمگین و اینا بشن، ولی خیلی قشنگ تونستن احساسات خودشون رو تجزیه تحلیل کنن در مرحله اول و مرحله بعدی بتونن اینا رو بگن و طرف مقابلم
گوش بده. این گوش کردنم به نظر من خیلی قشنگه توی این داستان که گوش کنن بدون که مثلا در حالت دفاعی بگیره، مثلا صحبت یکی دیگر رو مثلا قطع کنه و یا همش به فکر شخص خودش باشه. سعی کردن همدیگر رو درک بکنن و نهایت داستان خیلی قشنگه. من این رو خیلی خوشم اومد و اینکه دیالوگ حالا تو گروه‌های مختلف که من هستم یا توی جمع‌های خانوادگی و فامیلی می‌بینیم اگه دیالوگ باشه چقدر ارتباطا با وجود تمام اختلافایی که ما داریم، اختلاف نظری که داریم در همه رابطه‌های مختلف، زمینه‌های مختلف توی ایران عزیزمون، اگه این دیالوگ باشه چقدر نتیجه، با اینکه ممکنه نتیجه دوتاش مثلا اون اتفاقی که نهایتا میفته یکی باشه، ولی اون نتیجه احساسی ما چقدر میتونه متفاوت باشه و این به نظر من خیلی زیباست. خداوند عالم زبون رو دهن آدم گوشه صحبت کردن. یه پرنده هم که سر صبح میبینی چیک چیک میکنه، چهچه میزنه، کیف میکنه از صحبتش. نه اینکه من بگم تو هم بیا بدونی که از مغز استفاده کن، از پایین بدنت شروع کن بیار به زبون صحبت کردن. نه، عقل داریم، کتاب میخونیم، اندیشه میکنیم، ولی اینی که تو بیای چیزی که تو دلت عنوان نکنی، حرفشو نزنی، که به نتیجه نمیرسی که عزیز دل برادر. باید حرکت کنی. حرکت کردن به زور و بازو نیست، با بیان اندیشه است. همجوری صحبت میکنی گوشم باید بکنی. خب اینجوری میشه مشکلات حل کرد دیگه. قرار باشه ساکت باشی، آخه بعد مرگت یه توتی بیاد بگه مرجان شتر منو کش کن، چه فایده داره؟ حقیقت دارم میگم. هرچی این کتاب من میخونم مثلا میرم توی چارسوهای دوران ناصرالدین شاه قاجار گیر میکنم، اونجا نمیتونم بیام بیرون. عزیز من، با قدار و با کله کچل و نمیدونم قیافه بدترکیب زخم خورده که نمیشه کار کرد. با لحن زیبا، با بیان احساس، اون موقع هست تو میتونی بگی چی میخوای. البته الان هم میزه چپه شده دیگه، الان همه دارن زیادی صحبت میکنن. یعنی صحبت ما روی کتابه و بستش بدیم به کل زندگیمون. محبت داشته باشیم، عاشقانه زندگی کنیم. چقدر قشنگ این کتاب داستایوفسکی میاد افکار این بنده خدا رو میاره وسط. چقدر قشنگ عشق معرفی میکنه. خب یه ذره نگاش کن، یه بخونش، یاد بگیریم. اینجوری میشه زندگی قشنگ کرد، وگرنه که با خشونت و 4 تا مطلق گفتن و نمیدونم چایی به کاکا رستم نده، اینو اونجوری کن اونو اونجوری کن، آخرام قمر بعد شطرک بزن شکم طرف پار کن که زندگی نشد که داده شما. اینجاست که واقعا دارم میگم صادق هدایت خیلی قشنگ جامعه‌مون شناخته، خیلی قشنگ جامعه‌مون شناخته. باید یاد بگیریم و عمل کنیم. البته ما خود داشاکر زیاد اهل حرف زدن نبوده، ولی تو جامعه ما دور و بر ما کم بوده حرف زدن و صحبت کردن ما نداریم. کلا ما جامعه هستیم که زیاد حرف میزنیم، ولی دیالوگ خیلی متفاوته با صحبت کردن و حرف زدن. دیالوگ یه سری اصول داره که اینا رو باید یاد بگیریم، باید تمرین کنیم. ساده هم نیست که بخوایم بشنویم بدونی که از لحاظ احساسی و حالت دفاعی و اون ایشوهایی که مثلا از دوران کودکی و نوجوانی حلش نکردیم با ما باشه، نمیتونیم به دیالوگ خیلی خوب برسیم. و چقدر زیباست. اینه به نظر من یکی از بزرگترین نعمت‌هایی که انسان هومو ساپینز داره و شاید مثلا حیوانات دیگه به این صورت به این شکل ندارن، توانایی دیالوگ هستش. یعنی یک دیالوگ قشنگ به نظر من از خیلی چیزای دیگه که تو زندگی ما داریم خیلی خیلی قشنگتر و با ارزش مندتره. من یادم تهران که تدریس میکردم، حالا خب تهران خب خیلی بزرگه، بعضی از شاگردان من خب سرم خیلی شلوغ بود، میگفتم مثلا من جایی نمیرم برای کلاسای خصوصیم، باید شاگرد بیاد. و خیلی از شاگردیم از مسیرهای خیلی طولانی توی ترافیک می اومدن برای مثلا 2 ساعت یا 3 ساعت کلاس من، که من تعجب میکردم که خب اینا چرا با همین هزینه میتونن یه معلم بگیرن که بیاد خونه‌شون. و خیلی هاشون نهایتا به من گفتن به خاطر زبان نبود، به خاطر اون دیالوگایی که ما داشتیم و لذت بخشه. یعنی واقعا نعمت بزرگیه که بتونیم از این کاملا استفاده کنیم و لذتش رو هم ببریم، ولی میگم باید اینا رو یاد بگیریم. آدمیزاد میتونه قرارداد فکری درست کنه، ایمیجینی کانسپت. بیایم در مورد اینا صحبت کنیم، اینا ما رو متحد میکنن.
یکی عاشق کتابه بره اون دوستی که دنبال کتابه رو پیدا کنه، یکی عاشق پوله بره دنبال دوستی که دنبال پوله رو پیدا کنه. ولی صحبت من اینه اگر احساس اندیشه رو با تفکر بیان بکنیم 90% مشکلاتی که الان ما تو جامعهمون داریم نخواهیم داشت. یک، این زبون نامصب و اختیارش بده به مغزت نه به جای دیگه، به مغزت. احساس، نیاز، غرایز اینا تو وجود همه هست. بذار از این فیلتر رد بشه. لوپ پیشونی جلومون کتاب چی بود؟ تجربه خوشبختی صحبت کردیم در موردش. بابا این تکامل باید پیدا کنه، باید بذاری کارشو بکنه، باید بذاری اون احساس و غرایز رو یک ذره کنترل کنه، در قالب بیان زیبا ارائهش بدی. اینی که میگم وقتی که دیالوگ داشته باشیم، وقتی صحبت داشته باشیم میتونیم به تفاهم برسیم. یه قدم من میام عقب، یه قدم تو میای عقب، اون موقع میتونیم کار درست کنیم. منیت ها از بین میره به شرط که صحبت بکنیم، به شرط که بیان بکنیم. ولی من بشم یه کوه آتیش بشینم اینجا، تا هم بشه کوه یخ، آخرش چی؟ رعد و برق و جرقه به هم دیگه بزنیم که نشو زندگی که البته یک علمه به نظر من دیالوگ، که بیاد بگیریم که چه شکلی افکار و احساساتمون رو تجزیه تحلیل کنیم، انتخاب کنیم کلماتی رو که داریم میگیم و طرف مقابل رو گوش بدیم، نه که بیان کنیم ولی گوش نکنیم. گوش کنیم و وقتی که طرف داره صحبت میکنه خودمون رو بذاریم جاش. اینه خیلی اصول قشنگی داره. من خودم یک کارگاه گذروندم و بعد از کارگاه فهمیدم که اصلا حرف زدن بلد نیستم. بعد از اون سعی کردم یه مقداری بیشتری تمرین کنم. ما کلاسش خیلی بالاست، ولی با خدا یک ذره فکر بکنی، یه ذره قبل از صحبت کردن فکر بکنی هم لازم نیست بری کارگاه. بری خیلی خوبه، ولی نرفتی هم نشدم. اگه کارگاه نرفتین هم کتاب هست، یعنی خیلی از کتاب‌های خوب دیالوگ رو به ما یاد میدن. البته میگم این صحبتی که ما میکنیم، خب آقای صادق هدایت همونجوری که گفتن خیلی عالی جامعه رو شناختن. کاری که یه نویسنده میکنه همینه، یعنی میاد با انتخاب شخصیت جامعه رو اونطوری که میبینه توصیف میکنه و این توصیف ایشون از جامعه حالا اون فرهنگ خاص خیلی عالی بوده، ولی باید یه درس باشه برای ما که سعی کنیم دیالوگمون به این صورت باشه، برخوردمون با اتفاقات به این صورت باشه نه به اون صورت. یعنی که به نظر من کتاب خوندن خیلی خوبه، مخصوصا کتابایی که دیالوگای مفید دارن که میتونن برای ما الگوی خوبی بشن. یه چیزی بود که بهش فکر کردیم گفتیم با شما در میون بذاریم. حواستون باشه رفتی کتاب داشاکل خوندی، رفتی تو سر چارچوب واسادی جوگیر نشی مثل من، بری اصلا لحنت هم عوض بشه. خب این برنامه نشون میده که من آقای توری وقتی که کتاب میخونیم خیلی عمیق وارد داستان میشیم و جوگیر میشیم. تا کتاب بعد. تا کتاب بعد. داداشای گلم، آبجیا.